سلام، روز بخیر دوستان. من امروز به خواهش بسیاری از دوستان اکانت جور کردن یا ساخت حساب در سفارت افغانستان رو با هم ببینیم. پایین‌تر که برید تلمین با فونگ رو بزنید، در اصل از اینجا میتونین حساب جور کنیم، ولی به زبان فارسی از بالا اگه بزنین با زبان دبیر انتخاب کنین صفحه به فارسی میشه. باز پایین‌تر بیاین، پایین‌تر اینجا عکس وقت ملاقات نوشته از دوم میزنین. در این قسمت نبینه که زبان دری دیگه نیست، یا انگلیسی یا زبان دویچ یا جرمنی است. از این بعد با هم انجام میده، مشکل نیست. ای پایین‌تر میبینه create an account here، در بخش نارنجیش میزنین، میره داخل نام خانوادگیتان وارد میکنین، بالا نامتان است، پایین‌تر نام خانوادگیتان. در این فیلد باید یک ایمیلی که دش از پیش جور کردگی در گوشیتان است وارد کنین، یعنی ایمیل نمیتونید در اینجا جور کنین، جور کردگی باید باشه. اینا رو پایین تر از زیباز پسوردتان وارد میکنه. پسورد مربوط ایمیل نمیشه، این پسورد میتونه امیل از در ذهنتان جور کنه، یک پسورد نو است، یعنی واردش میکنه با در فیلد پایین تر کانفرم پسورد، اما پسورد تکرار میتید. پس باز پایین تر از پسورد میبینی که I accept میزنه که شرایطش قبول داره، پایین تر از اون میزنه که مطبوع نیست، و پایین تر از اون یک عکس نارنجیست در به نام رجیستر سمت چپ پایین فایل میزنه و حسابتون جور شده. حساب جور شده، فقط حالا باید برید ایمیل آدرستون تایید بکنید که ایمیل مربوط شماست و بعدش دوباره برید